ما در یک کشور زندگی میکنیم که دوچار واقعیت‌ها و تضادهای زیادی هستیم و میبینیم از یک طرف دولت تاجیکستان جوانان تا زیر 18 یا که تا سن 18 رفتن به مسجد من میکند و این مثلا میگه مذهبی نشود. از طرف دیگر همین جوان اگر با یک دختر با یک نمیدونم همون دوست دخترش اگر یک طرف خانه برود یا که یک جای جمعیتی باشد یا باغ سیر و گشت رود این من میکند. این جوان کجا رود؟ از این طرف نمیمونیمش مسجد رود، از طرف دیگر نمیمونیم این طرف رود. من فکر میکنم که برخوردهایی که میشد بسیار باید با قانون باشد. از روی پرینسیپ‌های قانونی که در کشور ما قانون خیلی خوب داریم، یعنی دولت تاجیکستان طبق سرقانونش یک دولت دنیوی و دموکراتی است و باید با همین قانون برخورد شود. اگر ما میخواهیم که تاجیکستان در برابر اون که دنیویت اعلان کرده است و با ارزش‌های بشری از جمله دموکراسی احترام قائل است و در برابر این میخواهد با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ملی خودش حفظ کنه، این برخورد باید بسیار برخورد آگاهانه باشه و درست باشه و عاقلانه باشه. ما طرفدار چیز نیستیم، ما زید دموکراتیه. دموکرات چه معنیش که ما میتونیم ابشس спокойно گشتن یک کار میکنیم، یگان شینوس کت یگان خوار کت یگان که دست به دست ریم میقپن میگن ای کیه ای چیه یگان شما دبته خیبر هم خیلی چیزا میکنن ده نمیمونن یگان پریدیا و نمیکنن کورچکاشون نشون نمیتن میان هم خیلی نگلا میگن که ای جا بیا تی خیلی با ماتیراتیا اقرات میکنن. برام که ما طرفدار هم چیز نیستیم. او روز یک شناس کتی زنی خچه میقپن میگن شما در اینجا چیکار میکنین؟ در اینجا ممکن نیست. چی خیلی ممکن است؟ سنتر در گشتن ممکن است؟ باغ در چی ممکن است گشتن؟ یا که باغ اپرا بالت ممکن است گشتن؟ البته که باید این مسئله تنظیم شود، زیرا که نه در رسم و آیین ملت ما درست میگیرد نه در رسم و آیین جوانی، چون که در جای جمعیتی بسیار کودکان و نوجوانان هستند، اونها از این کلمات چی عبرت میگیرند. من عقیده دارم که همون کارکنان ارگان اونها رو نه تنها باید جریمه بلکه با جزای مأموری و جزای جنایی باید کشیده شود، چون که سر اینها گرفته شود. Мое мнение это то, что у нас государство это демокративное, так? И фикри ман ин аст ки мо давлати демократӣ дорем ва ман инро бад намешуморам. ҷавонон озод ҳастанд ва имрӯз ҳама ба хориҷа сафар мекунанд. ин кор дар ҳама ҷо ҳаст. дуруст ҳаст ки бояд дар чаҳорчӯба бошад ҳама, аммо фикр намекунам ки милисаҳо бояд барои ин ҷарима кунанд. як сабабаш он аст ки ҷавонони мо ҳуқуқашонро намедонанд ва барои милисаҳо ин як имконияти дигари пулкоркунӣ шудааст. незнание людей. جوانای آینده ما است. از سالی که دنیا به وجود آمده است عشق عاشقی بود، هست و میماند. چون که من بزرگان من شاعران می نویسند لیلی و مجنون درباره آنها. ببین که وقتی این اثرها را میخوانی چقدر میخواهی زندگی را بیشتر دوست داری زندگی کنی. برای چه جوانها یکدیگر را دوست می‌دارند؟ این سبب می‌شود واخوری‌ها در همین باغ‌های استراحتی فراغتی. شاید بعد این واخوری آنها در حقیقت عائله بنیاد میکنند. این در جامعه ما فایده است، ضرر نیست. برای چی که جوانها دوست ندارن یکدیگر را؟ وقتی که هر کجایی که شهروند یا دو دلداده میگردد اگر در دایره آداب انسانی باشد من فکر میکنم که جای شبهه نیست یا با چشم بد نگاه کردن حاجت ندارد. امروز تاجیکستان عزیز ما روز زیبا گشته ایستاده است و همه همون باغ‌های استراحتی فراغتی که می‌بینید برای سیر و گشت است، برای دلدادگان است، برای عائله‌های خوشبخت است و این از آن شهادت می‌دهد که فضای وطن تنج است. اگر که تنج نمی‌شد فضای وطن هیچ کس نمی‌توانست با معشوقه خود با یک دلداده خود یا با عائله خود سیر و گشت باغ کند. و فکر من که جای بدی ندارد اگر در دایره آداب باشد.